بدون شک وطن وطن ما است. از شما نیست دیگه. آقا نه صاحب نکده. یک سوال میکنم. امی بامیان کی تاجیک داره؟ چی گفته رئیس؟ تو بچه این میگه قدرت داد استماس در بامیان، تو میگی که بامیان که نه داره. پدر بامیان که بدی کلش چیست هزار است. و برادر تو آمار دقیق نداد در داخل بامیان بره این عمل کلان تاجیکا سر قدرت دمی دوران امارات. قدرت خو رقم کل عمر در دست شما بود 13500 سال میشه. کنن مچم در کجا بود؟ من از بحث نمیکنم، مربوط بامیان میگم. بامیان که میگم امیال برو در بامیان کلی بیادر همه مردم ما نه در داره سایکو بعد من تاجیکای ثبوت بامیان دارم. در 20 سال جمهوریت بسیار در نابودک کلش شد. کلش هزار است. بخاطر به از خدا این فرق امارات آمد شوه که کلش یک امارات قبر همکاری است. داشتن. سایکو من برات ثبوت میتم خب. 2 ماه پیش از بامیان آمدم. غیر از هزاره من اینجا امی حتی اسکرش هزاره بود، امی طالبش هزاره حالا بود. تو در آقا کجاست؟ صاحب ما چند وقت آقا بود صاحب افغانستان سایکو میم سایکو نه مردم. هم من از میریم. کجا فهمیدم که چی نداره. غیر از هزاره کسی دیگر نداره. امی هزاره خب کلش قوارش یک رقم است. در بامیان رفته بودم چی عکس گرفتن. گفت که کامره ما چارج نداره بیادر بیتریش خراب شده. عکس گرفتن هم میتونیم. 2 3 نفر دیگه آمد گفت عکس میگیریم ترک ترک برش چاپ کرد داد. و بعد گفتم از اینا چه رقم است؟ گفت اینا ما خو گفت کل ما یک قوار هستیم فقط میگه که یک 25 ساله چاپ کو. تو گفت بیادر قوارت اوغان هستی گټوړ است پس تو مجبور عکس ته بگیریم. گفت مال اینجا هیچ کس دیگه نیست. گفت نه کلش تنها واسطه مال تو آمدی میگی من تاجیک بامیان هستم. لا لا لا، یک ذره توهین نکه، فایده نداره. یه ده توهین نیست بامیان پدر. پشتون هم داره. نداره پشتونم نداره. کی گفته؟ پشتون کی و به گفته؟ در دمو کامرد بره. کامرد یک قشلاق 400 خانه پشتونه. کماندان است، رئیس امنیت است، رئیس با قچی دادش است در اون حساب دیگه. دیگه تو کدام تو بگی بامیان در پشتون داره. بامیان آقا صاحب در افغانستان که من بودم امو جایی که خوب ساعتم تیر میشد به خاطر چکر که میرفتم انډیوالا که داشتم کلش در بامیان بود. بامیان مزجات میرفتم سال 3 دفعه 4 دفعه بعض وقت 5 دفعه میرفتم حتی. تو آقا صاحب یک دقیقه گپا گوش ببخشید بگی گپ بچه نکنم. گپا گوش بگی خونه من برات قصه کنم اگه از بامیان باشی این جایا را میفهمی. یک جای بود در بامیان به نام چپدره. چپدره را بلد هستی؟ خب بلد هستی نیستی؟ نه خیر، ما طرف چیستم. چرا طرف بلد ما نیستی؟ از بامیان هستی چپدره را بلد نیستی؟ با بیدر بامیان کلان ولایت است، ما او طرفا نرفتیم. آه، از یک ولایت هستی چپدره را نمیشناسید اونجا؟ ما بیدر یک گپ بردیم. شما اردویتان میگن افغانستان هستین؟ نه من در چیستم در کوره مریخ. تو در کره مریخ هستی. خواهم که ایلان خدا ماسک آخرت تا روانه خوب کده. کنه. خدا آخرت تو را خوب کنه. آقا صاحب میگم آقا سایکو صاحب تاجک صاحب من از یک سوال میکنم این مسابقات اسکی در زمستان که برگزار میشد در بامیان در کجا برگزار میشد؟ و تو باش تو که من از آقا صاحب سوال میکنم. آقا صاحب ابان جواب مرا بده. من چی نمیشتم. در کجا آقا صاحب یگان تایش میگه بکت آقا صاحب گپ نمیزنم عرب است. یگان تایش میگه تو باش که آقا صاحب گپ میزنم چه رقم گنگ فرد واسه من تو آقا را بیدر. کی هستی؟ جواب بده سعید. والا آقا صاحب پیشتر زنگ مادر ما فهمیدی مجبور شدم زنگ مادر که بیا باز من برم پیش چرا جواب بده تلفن. اگر نه اونمون نفر خوب بزبون بودم او اگه هستی بیا حالا مشناسمت به خاطر که رشخم ببین آقا میکنم. صاحب، من تو را یک چیز میگم برات. آقا صاحب ابان من مسئول هستم یه کار آقا دارم. بیدر خب من تو آقا میگم صاحب من اجازه ضعیف نمیته با هستم بدار تو اینمی سرنوشت امی مملکت به دست ما و شماست. آقا صاحب بله. بیازو عرب است. آقا صاحب چی میکنی بیا که موتو گپ بزنیم. عرب هم لكن باشه حالا من اقوام فهمیدم. مشترک کلگی با هم برادر هستند چی میگی در این باره؟ بله بله کل ما. خب همین مسابقات اسکی در بامیان در کجا برگزار میشد؟ او بیدر تو از او چیزای سوال میکنی که اصلا من نبودم. ما 10 سال شد از وطن دور هستم. بیادر ما افغان افغان میگه دشمن هزاره. ما اینا میفهمم که در بامیان مسابقات اسکی در کجا برگزار میشه. تو بیادر تاجک در بند کت امیر آقا هزاره بیدر، یک در دقیقه بند گوش بگی. امیر هم میشه. یک دقیقه گوش بگی بنده میره چی به مسابقات اسکی بیادر سر یک خوب مسابقه نمیته در برف مسابقه میتن. تو تاجک با هزاره سرنوشت مشترک هم داری همزبانش هم هستی فرهنگتان هم مشترک است. دم از امو ولایت هم هستی اکثریت هم هستی در ولایتت نمیفهمی مسابقات اسکی به کجا برگزار میشه افغان برات میگه.
ازت سوال میکنه و تو نمیفهمی چه رقم است. ما که تواس کو جناب والی، مسابقات اسکی در بامیان در کجا برگزار میشد؟ ما که تواس کو